سلام، من صوفیم و امروز در خدمت جناب آقای میرالی هستیم تا اطلاعاتمون رو راجع به عدسی‌ها دقیق‌تر و کامل‌تر کنیم. وقتتون بخیر، خیلی ممنونم که افتخار دادین و قبول کردین که بابت موضوع عدسی یکم کامل‌تر و جامع‌تر با هم دیگه صحبت کنیم. ممنونم ازتون. من پیمان میرالی هستم، مدیر فروش شرکت پارس اپتیک. خیلی خوشحالم از اینکه میتونم در خدمت شما باشم. توی مقدمه و شروع میخواستم یک بایوگرافی و یک توضیح مختصری راجع به شرکت پارس اپتیک اگر بدین ممنون میشم. خواهش میکنم. شرکت پارس اپتیک با یه سابقه طولانی که در زمینه تولید عدسی سفارشی یا اصطلاحاً آریکس داره و تولید فریم ها، هم در زمینه فریم های طبی هم در زمینه فریم های ایمنی. سالیان هستش که ما در زمینه تولید عدسی فعالیت داریم. حدوداً 9 سال هستش که با ورود تکنولوژی فری فرم، تولید عدسی‌های فری فرم، فعالیتمون رو گسترده تر کردیم و سعی کردیم که این تکنولوژی رو به روز رسانی کنیم که بتونیم بهترین کالا رو تقدیم مردم عزیزمون کنیم. خب با اجازهتون من چند تا سوال کوتاه میپرسم که حالا ما بتونیم خیلی تایم ویدیومون هم طولانی نشه. میدونم که نیکون، یعنی توی شرکت شما از برند نیکون هم استفاده میشه. خواستم بدونم که چه ویژگی هست که عدسی نیکون رو از مابقی عدسی ها متمایز میکنه؟ همونجور که همه مطلع هستیم، برند نیکون یه برند خیلی قدیمی هست و شاید میتونم من به خدمتون بگم که جزء اولین شرکت هایی هستش که عدسی های تدریجی یا پروگرسیو رو تولید کرده. شناخته شدن برند نیکون بیشتر همه ما روی دوربینای نیکون هستش که باشون آشنایی داریم و همه میدونیم، ولی با توجه به پیشرفت عمده‌ای که در این زمینه و خصوصا در تولید عدسی شرکت نیکون داشته، همیشه ما در تلاش بودیم که نمایندگی انحصاری این شرکت رو برای کشورمون بگیریم و این اتفاق افتاد. تمایز عدسی‌های شرکت نیکون با عدسی‌های دیگه روی دقت نمره‌ای که دارن و پوشش‌های منحصر به فردیه که عدسی‌های نیکون دارن. راجع به تکنولوژی فری فرم شما صحبت کردین که دقیقاً سوال منم این بود که چه تکنولوژی‌های جدیدی در ساخت عدسی‌ها به کار میره که شما اشاره کردید به فری فرم. اگر میشه یک توضیح راجع به این تکنولوژی بهمون بدین. ببینید، تولید عدسی‌های نسخه‌ای یا اصطلاحاً سفارشی که معمولاً برای افراد 40 سال به بالا درخواست داده میشه، نسخه داده میشه، قبلاً به صورت سیستم کانورشنال یا تولید سنتی انجام میشه. ولی تکنولوژی فری فرم قابلیت داره که معمولاً عدسی‌های تدریجی اون اعوجاج‌ها و اون انحرافاتی که برای استفاده کننده به وجود میاد از بین بره و دید واضح‌تری رو برای مصرف کننده ایجاد کنه. تکنولوژی فری فرم با تراش اصطلاحاً نقطه به نقطه‌ای که داره، انتقال دید دور به نزدیک رو با یک کریدور بازتر برای مصرف کننده مهیا می‌کنه. یعنی فری فرم فارسیش میشه اون عدسی تدریجی، منظور همون هست؟ اون دو تا چیز متفاوته. عدسی تدریجی یعنی عدسی‌هایی هستش که ما هممون توی معمولا حالا بیشتر آقایون از 40 سال به بالا و خانم‌ها حالا 1-2 سال کمتر دچار نزدیک بینی میشیم. بله. یا حالا افراد میتونن در عین حال یه عینک دور داشته باشن، یه عینک نزدیک داشته باشن. حالا این پیشرفت تکنولوژی که تو همه مقاطع هست باعث شده که این عدسی‌ها تولید بشه، یعنی شخص بتونه از یک عینک برای هم دید دور و هم دید نزدیک استفاده کنه. این نوع عدسی رو اصطلاحاً عدسی‌های پروگرسیو یا تدریجی میگن. البته نوع قبل از عدسی‌های پروگرسیو عدسی‌هایی بود که به صورت یک خطی دو تا دید دور و نزدیک رو از هم جدا میکرد یا اصطلاحاً به عدسی‌های سیگمنت 28 معروف شده بود. ولی ظاهر شاید خیلی از افراد دوست نداشتن این ظاهر اون نمایان شدن دو دید بودن، ولی عدسی‌های پیش تکنولوژی که
با فری فرم یا کانورشنال به وجود اومد، دیگه اون مشکل رو برطرف کرده و دیگه ظاهر عدسی یک عدسی تجدید یک دست هستش و ولی در این حال هم دید دور به مصرف کننده میده، هم دید میانی و هم دید نزدیکی داره. چجوری میشه از عدسی‌ها بهتر مراقبت کرد تا طول عمر بیشتری داشته باشن؟ ببینید جناب صوفی، انتخاب عدسی برای استفاده کننده حالا فقط بحث برندینگش نیستش، نوع پوششی که عدسی ها دارن، اون ظاهر عدسی که ما داریم میبینیم خیلی مهم هستش که بتونیم اون اشعه‌های مضری که برای چشم هست رو جلوگیری بکنه. مثلا نور آبی که الان چندین ساله با اصطلاح حالا عدسی‌های بلو کنترل یا عدسی‌های بلو کات داریم استفاده میکنیم که کمتر به چشممون آسیب بزنه. پوشش‌هایی که روی عدسی‌های متعارف داریم استفاده می‌کنیم، اصطلاحاً عدسی‌های آنتی رفلکس رو داریم هممون استفاده می‌کنیم. برای نگهداری و تمیز کردن این عدسی‌ها بهتره که از دستمالایی استفاده کنیم که مایکروفایبر باشه و بتونیم راحت اونا رو عدسی‌ها رو تمیزش کنیم. از هر نوع مایع استفاده نکنیم، مایع ظرفشویی، مایع دستشویی خیلی عزیزان استفاده میکنن، اینا سطح عدسی رو خشم میندازه. اون اسپری‌های مخصوص چطور؟ اسپری‌هایی هم که هست خب اینا خیلی کمتر مواد شیمیایی دارن و اون سطح استحکاکی که هست رو به حداقل میرسونه و اون لایه حالا میتونه چربی باشه روی عدسی، گرد و غبار باشه، برطرف کنه. ولی بهتره که ما اون اسپری مستقیم روی عدسی اسپری نکنیم، روی دستمال باشه، بعد دستمال رو با روی عدسی بکشیم. البته یه مسئله دیگه ای هم که هست این که طریقه زدن عینک خیلی مهم هست. ترجیحاً همه حالا رو عادت عینک رو یه دستی میزنن، یه دستی بر میدارن. این یه چیزی که خیلی کم رعایت میشه. بهتره برای طول عمر فرم و عینکشون حتما این کار رو بکنن، دو دستی بزنن، دو دستی عینک رو از صورتشون بردارن و به صورتی حالتی عینک رو روی میز یا حالا اگه توی کیس قرار نمیدن حالتی باشه که دسته ها روی میز یا حالا جایی که میخواد نگهداری باشه، نه بالعکس خود عدسی رو روی سطح شیشه یا میز قرار میدن و خب خود همین باعث میشه سطح عدسی خط بیفته. چه نکاتی رو باید در انتخاب عدسی و فریم رعایت کنیم؟ ببینید الان من اینطور میتونم براتون توضیح بدم که ما با توجه به بازاری که داخل کشورمون هستش، هم تنوع فرم خیلی زیاد شده، هم تنوع عدسی خیلی زیاد شده. ما نباید خیلی بیشتر باید به مراکز معتبر اول من خدمتتون عرض کنم که مراجعه کنیم برای تهیه حداقل عدسی از لحاظ، چون بیشترین اگر نوع کیفیت عدسی، دقت نمره عدسی خوب نباشه یا خدای نکرده اصطلاح ما میگیم که موج داشته باشه، بیشترین آسیب رو به چشم میرسونه. بحث قیمت ارزونتر نباید ملاک باشه. حتما پوشش هایی که میتونه برای ما کمک کنه که اشعه‌های مضر رو جلوگیری کنه، آسیب‌های بعدی جدی که میتونه رو شبکیه داشته باشه رو جلوگیری کنه. حالا یه چیزی عرض کردم متعارفی که هست، عدسی‌ها رو با پوشش آنتی رفلکس خیلی اصطلاحاً هستش که همه دارن استفاده میکنن. قطعاً یکی از بهترین پوشش‌ها آنتی رفلکس هستش، ولی اگر ما بیایم از عدسی‌های برندینگ حالا استفاده، مثلا حالا صحبت از نیکون شد، من اینطوری میخوام خدمتتون عرض کنم مثلا عدسی‌های نیکون یه پوشش منحصر به فردی داره که به اسم سیکوت نکس هستش. این پوشش هم سطح عدسی از لحاظ گرد و غبار گرفتن، هم از لحاظ آبگریزی، هم از لحاظ تمیز کردن فوق‌العاده، شاید میتونم بگم شاید 5 برابر قوی تر از عدسی‌های متعارفی که توی بازار هست این امکان برای مصرف کننده فراهم میکنه. طول عمر مفید بیشتری داره. توی صحبتاتون راجع به حالا عدسی‌های بلوکات و بلو کنترل صحبت کردین. این چیزی هم هست که الان خیلی اتفاقا میبینیمش این روزا که خیلی هم راجبش اختلاف نظره که بعضی بلوکات رو یه جور دیگه تعریف میکنن و بعضی توصیه میکنن، اونها مخالفش رو میگن. خواستم ببینم که تفاوت بلوکات و بلو کنترل تو چی هست و برای چه کسایی مناسب هست. ببینید بحث به قول معروف بلو کنترل و بلوکات به اینجا برمیگرده که
یه سری عدسی ها با حالا بلوکات اصطلاحا، یعنی کاملا نور آبی که برای چشم مضر هست و جلوگیری میکنه و ازش عبور نمیکنه. این عدسی خب برای افراد مختلف میتونن استفاده کنن، مخصوصا افرادی که با سیستم‌های دیجیتالی دارن استفاده میکنن و اون نوری که متساعد میشه میتونه گوشی باشه، میتونه تبلت باشه یا روزانه از کامپیوتر دارن استفاده میکنن. بعد از این که حالا این نوآوری که به قول معروف بعد از اومدن بلوکات انجام شد، عدسی‌هایی رونمایی شد که اصطلاحاً بلو کنترل نامگذاری شد. این بلو کنترل به این حالت هستش که اگر ما 100% بخوایم بگیم که جلوگیری کردن از نور آبی که مضر هستش، تو بلو کنترل این به حد حدوداً بین 15 تا 20 درجه اجازه عبور نور آبی رو به اون تصویر میده و مخصوصا برای افرادی که مثلا طراحی میکنن، رنگ براشون محسوس باید مشخص باشه که بتونن تشخیص بدن روی رنگ‌ها رو، الوان رو بتونن تشخیص بدن، بهتره که از عدسی‌های بلو کنترل استفاده کنن. یا اینکه مثلا موقع رانندگی شب عدسی‌هایی که بلو کنترل هستش یه آرامش بیشتری به شما موقع رانندگی میده، خیلی راحت‌تر میتونی اون خستگی هایی که در طول رانندگی شب بر اثر تابش نور ماشین‌های مقابل یا چراغایی که از اطراف متساعد میشه نورشون، با بلو کنترل این جلوگیری میشه. در عین حال شما یه تصویر شارپ و معقولانه ای رو داره. پس یعنی مثلا ماهایی که کارمون با مانیتور هست، اگر نیاز به اصلاح رنگ باشه و یعنی کار با رنگ داشته باشیم، عدسه بلوکات باعث میشه که ما رنگ ها رو دقیق نتونیم، یعنی شما رنگ آبی رو به اون وضوح نمیتونید داشت، ندارید دیگه، کاملا اونو حذفش میکنه، یا نمیتونید اون نوری که باید باعث میشه تصویر رو شما ببینید جلوگیری میکنه. اگر نیاز داشته باشید اون رنگ رو به صورت کامل رؤیت کنید. بیشتر عرض کردم برای کسایی که طراحی میکنن این مضره، یعنی نمیتونن اون رنگ آبی رو داشته باشن. سوال کرده بودیم در مورد عدسی‌های تنوع عدسی‌های پروگرسیو و تدریجی که چند جای سوال هست برای افراد که چه عدسی‌هایی رو میتونن استفاده کنن. من پیشنهادی که دارم برای عموم مردم اینه که عموم افراد که میخوان از عدسی‌های دو دید یا پروگرسیو استفاده کنن، اولا که حتما معاینه دقیق از همکارای اپتومتریست یا آقایون یا خانم‌های چشم پزشک داشته باشن، به مراکز معتبر مراجعه کنن، اندازه‌گیری‌هایی که همکارا میخوان ازشون که انجام بده حتما اجازه بدن این کارا انجام بشه، سعی کنن شغلشون رو معرفی کنن به کسی که میخواد براشون عینک درست کنه که اون شخص بدونه که برای چه دیدی نیاز داره، دید میانی بهتری میخواد، دید دور بهتری میخواد یا بالعکس. این خیلی تاثیرگذار هست توی راحت‌تر تحمل کردن و عادت کردن به عدسی‌های پروگرسیو. حالا فارغ از بحث عدسی، فرد باید چه ویژگی‌هایی رو در نظر بگیره برای انتخاب فریم؟ ببینید، چون فریم واقعا مثل یک لباس پوشیدن هست، یعنی استفاده از عینک واقعا مثل همین که ما میریم یه کت شلوار انتخاب میکنیم، سعی میکنیم یه کت شلواری انتخاب کنیم که توش راحت باشیم، یه تایم طولانی ازش استفاده کنیم. تو انتخاب فریم هم باید همین در نظر گرفته بشه. خود فریم، وزن فریم خیلی زیاد باشه قطعا آزاردهنده میشه، یا اینکه اگر مثلا منطقه‌ای که عینک روی بینی قرار میگیره تنگ باشه یا کوچیک باشه، خودش باز آزاردهنده و جا میندازه. اینا رو موقع انتخاب فریم حتما در نظر گرفته بشه که مثلا اگر فریم کاوچی مثلا عینکی که الان شما دارید، عینک کاوچی که الان شما می‌ذارید به طور کامل روی صورتتون قرار گرفته، نشسته رو بینیتون و قطعا فشار کمتری رو شما احساس می‌کنید. دستای عینک کاملا پشت گوشتون قرار گرفته. اینا یکی از چیزای چند تا موردی هستش که بهتره که همه رعایت کنن. من رعایت کردم. بله، در این زمینه خب روی عینکتون کاملا رعایت شده، میدان دیدتون هم کافی هست. حالا فراخور شرایطی که حالا مد به اصطلاح هم بگم خدمتتون، تو یه تایمی همه دوست داشتن عینک‌های کاوچویی بزنن و صفحه‌های خیلی بزرگ انتخاب می‌کردن. خب یه مشکلی که بود، اگر ما
چون محدوده در زمینه عدسی‌ها یه محدودیت‌هایی هم هستش. خدای نکرده اگه فاصله کانونیشون رعایت نمی‌شد، خب توی زمان کوتاه یا دراز مدت باعث خستگی استفاده از عینک می‌شد. بهتره که از همکارا در این زمینه اگر راهنمایی میشه اون راهنمایی‌ها رو قبول کنن و فقط بحث ظاهرش رو در نظر نگیرن. بخوایم جمع‌بندی کنیم، واقعا این که دقیقاً جدا از بحث ظاهری فریم و عینک، حالا اون استایلی که به شخص میده، واقعا مهمتر از همه اون چشم شما هست که باید ازش مراقبت بشه و به تک تک نکاتی که جناب میرالی گفتن واقعا باید دقت بشه تا خود عینک دلیلی بر آسیب زدن به چشم نباشه. درست؟ دقیقاً. متشکرم. ممنون که وقت گذاشتید. مرسی از شما.